سرخط مهمترین خبرها: شهرداری دستور داد که همه تاکسی ها در دوشنبه الکترومبیل شوند. واکنش امام علی رحمان به تنقیدها درباره بی‌برقی و عربستان هزارها زائر را از مکه پیش کرد. درود بینندگان عزیز و هفته نوتان بخیر باشد. برنامه نوید ممدادی است که با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. امروز 10 ایین سال 2024 است. شهردار دوشنبه دستور داد است که تا 1 سپتامبر سال 2025 همه ماشین‌های تاکسی در پایتخت الکترومبیل شوند. فرمان شهرداری 6 ایون در صفحه تلگرامی رستم امام علی نشر شده است. در متن آمده است شرکت‌های تاکسیرانی برای پرره به نظام نقلیات برقی گذاشتن تا 1 سپتامبر سال 2025 چاره‌اندیشی نمایند. این فرمان از حالا نگرانی‌ها را در میان آن راننده‌های تاکسی به میان آورده است که با نقلیات با سوزشواری حرکت کننده کار می‌کنند. برخی آنها گفتند ماشین‌ها را قرض گرفتند و اگر آنها را از کار پیش کنند ضرر خواهند دید. مقامات میگن هدف از گذاشتن به نقلیات برقی یا الکترومبیل کم کردن پرتاب‌ها و بهتر کردن وضع اکولوژی پایتخت است. طبق اطلاع رسمی در پایتخت 4350 تاکسی فعالیت دارند که از آن قریب 2500 ماشین برقی هستند. رئیس جمهور امام علی رحمان در واخری با اهل معارف و اکادمی علم‌ها به تنقیدها درباره کمبود برق در کشور واکنش کرد. این ملاقات 3 می در دوشنبه دایر شده. پاره‌های از صحبت امام علی رحمان اخیراً در شبکه‌های اجتماعی پخش شد. پرزیدنت در صحبت بیرون از معروضش گفت این تنقیدها به گوش او هم میرسند که تاجیکستان کی به استقلالیت انرژتیکی میرسد. امام علی رحمان دلیل آورد که اهالی 2 برابر زیاد شده، صرفه نیروی برق هم از این حساب افزوده است. بنیاد خانه‌های نو، استفاده اسباب‌های زیادی روزگار که با برق کار می‌کنند، با گفته رئیس جمهوری تاجیکستان استفاده برق را در داخل کشور زیاد کرده است. پرزیدنت راه حل را در ساختن نیروگاه راغون دید که با گفته او ساختنش وظیفه دولت و حکومت است. اما پرزیدنت درباره کمبود شدید برق در زمستان گذشته که حتی تا دوشنبه رسید چیزی نگفت. در سردی‌های آخر زمستان بسیار مناطق‌های کشور با گفته ساکنان شبانه روز فقط 1-2 ساعت برق می‌گرفتند. برخلاف سال‌های گذشته در دوشنبه هم قطع برق سرتاسر شد. مقامات سبب را به کم بودن آب در آبانبار نارک ربط دادند، اما فرضیه‌های هم صدا داد که برق به خارج کشور فروخته شد. مقامات این را رد کردند. حکومت تاجیکستان رسیدن به استقلالیت انرژتیکی را یکی از 4 هدف استراتژی خود می‌داند، اما منتقدان میگویند حکومت تا حال نتوانسته است مردم را با برق پوره تامین کند. شورای نگهبان ایران برای شرکت در انتخابات پرزیدنتی این کشور در روز 28 ایون تنها به 6 نفر اجازه داده است. ستاد انتخابات جمهوری اسلامی روز 9 ایون گفت اینها مصطفی پیرمحمدی، سعید جلیلی، محمد باقر قالباف، علیرضا زاکانی، امیرحسین قاضیزاده و مسعود پزشکیان هستند. قبلا 10 نفر برای پرزیدنتی در ایران خود را نامنویس کرده بودند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق، علی لاریجانی رئیس پیشین مجلس و اسحاق جهانگیری اصلاح طلب و معاون سابق پرزیدنت ایران در این قطار بودند، ولی برای شرکت در انتخابات اجازه نگرفتند. پس از هلاکت ابراهیم رئیسی، 8مین رئیس جمهوری ایران در سانحه هوایی در روز 19 می، تهران انتخابات پرزیدنتی پیش از مهلت اعلان کرد. با توجه به ناراضگی مردم از نظام و بحران‌های گذشته پیش بینی می شود که شماره کمی در انتخابات اشتراک کنند. حالا صلاحیت‌های ریاست جمهوری را در ایران محمد مخبر معاون ابراهیم رئیسی به دوش دارد. با اعلان قانون نو اوکراین درباره سفربری به ارتش، تعداد جوانان و مردانی که نمیخواهند به جنگ بروند و از کشور میگریزند زیادتر می شود. بعضی ها راه‌های عجیب و غریب، دیگران راه‌های خطرناکی را پیش گرفتند که با مرگ آنها و دور از میدان نبرد می انجامد. این مورد هم بوده است که یک جوان لباسی خواهرش را پوشیده و شناسنامه او را گرفته خواست است به کشور دیگر برود. گزارش را در این باره همراه می‌بینیم. استفاده از راه‌های خطرناک و غیرعادی برای فرار از خدمت در ارتش اوکراین که در جنگ با ضد روسیه به نیروی بیشتر احتیاج پیدا کرده است. این جوان را با لباس زنانه و شناسنامه خواهرش دستگیر کردند. وقتی مرزبانان او را دستگیر کردند، به تکرار پای فشاری داشت که زن است. او را در نهایت به جوابگری کشیدند. با گفته خدمات مرزبانی اوکراین، از سال 2022 30 نفر وقتی گذشتن از رودخانه‌های پرتلاطم و خروشان هلاک شدند. آب سرد، مجرای سخت و موجهای بلند کار خود را می کنند. انسان یا از هوش می رود و یا در حالت شوک می افتد.
گروه دیگر سعی می‌کردند با سندهای ساخته از مرز بگذرند. از این موردها فقط در ولایت لوو روزانه تا 10 مرتبه ثبت می‌شده است. بیشتر ورقه‌های ساخته آزادی موقتی از عهده‌داری نظامی، ورقه بیماری و تولد فرزندی نو در عائله استفاده می‌شوند. گروه دیگر می‌کوشند از درون جنگل و کوه‌ها فرار کنند. برف در کوه‌ها تا میانه‌های ماه ایون میماند. خطر ترمه در بعضی جایها وجود دارد. اگر شبانه حرکت میکنید باید چراغ نگیرید چون شما را میبینند. در این حالت ممکن است از شاخ بیفتید. سال 2023 بر اساس اطلاع دادگاه عالی اوکراین 930 جوان و مرد را برای سرپیچی از خدمت در ارتش به جوابگری جنایی کشیدند. مقامات روسیه دانشجویان خارجی از جمله محصلین افریقایی را برای رفتن به جنگ ضد اوکراین جلب می‌کنند. در این باره بنگاه خبری بلومبرگ با تکیه به چند منبع در کشورهای اروپایی گزارش داده است. با گزارش منبع در روسیه هزارها دانشجو و مهاجران از کشورهای سوم برای رفتن به جنگ استخدام می‌شوند. همصحبتان بلومبرگ گفتند مقامات روسیه دانشجویان را تهدید می‌کنند که اگر اختیاری با وزارت دفاع این کشور شرطنامه امضا نکنند، روادید یا ویزاشان تمدید یا دراز کردن می شود. این اصول بیشتر نسبت هم دانشجویان از کشورهای افریقایی و هم مهاجران از این قاره استفاده می شود که با روادید کاری به روسیه آمدند. در چنین شرایط نزد جوانان خارجی دو انتخاب می ماند: یا روسیه را ترک میکنند یا به ارتش این کشور میپیوندند. به برخی آنها میسر شده است که بر عوضی دادن پاره به مقامات روسیه در این کشور بمانند. بلومبرگ در اساس معلومات خدمات جاسوسی اوکراین نوشته است روسیه در 21 کشور از جمله کشورهای افریقا به جلب زرخریدان مشغول است. به گفته کشورهای غربی روسیه در جنگ علیه اوکراین هزارها سربازش را از دست داده و به نیروی نو نیاز دارد. قبلا خبر مرگ ده‌ها مهاجر و محبوسان از کشورهای آسیای مرکزی در اوکراین رسانه شده بود. آنها را از طرف روسیه به این جنگ فرستاده بودند. مقامات عربستان سعودی روز 8 ایون گفتند که نیروهای امنیتی این کشور در آستانه حج امسال هزارها زائر غیر قانونی را از مکه راندند. مراسم روز 14 ایون آغاز خواهد یافت. به گزارش آژانس دولتی عربستان سعودی در روزهای اخیر زیاده از 153,000 خارجی از مکه بیرون کرده شدند. این افراد به گفته مقامات نه با روادید حج بلکه با ویزای سیاحی در آنجا قرار داشتند. عربستان سعودی در ماه فوریه امسال هشدار داد که شخصانی را که به اجازتنامه در مراسم حج 2024 اشتراک می‌کنند جریمه‌های سنگین و حبس انتظار است. وزارت حج و عمره عربستان سعودی گفته بود در صورتی که شهروندان کشورهای دیگر و ساکنان خارجی مقیم این کشور به اجازتنامه در مراسم حج فرضی شرکت کنند 50,000 ریال سعودی برابر به $13,000 جریمه خواهند شد. بر اساس اعلان جانب عربستان سعودی امسال تقریبا 7,000 اهالی تاجیکستان برای ادای حج فرضی اجازه دارند. بخش روز تاریخ را در تقویم همکارم خیرامان بقازاده تماشا کنید که مهمترین واقعه‌های تاریخی در روز 10 ایون را فرا می‌گیرد. در اوج پاندمی کرونا ویروس 10 ایون سال 2020 مقامات در تاجیکستان نسبت شهروندان و مطبوعات برای به قول آنها نشر اخباری غلط درباره بیماری‌های سرایت مجازات تعیین کردند. این عملی مقامات که در نشر خبرهای مربوط به پاندمی ناشفاف عمل نمودند همچون تلاشی پنهان کردن واقعیت وضع انتقاد شد. بعد انتخابات پارلمانی که به آن هیچ یک نماینده مخالفان واقعی راه نیافت، شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی 10 ایون سال 2015 قرار کرد که رهبر آن محیدین کبیری موقتا به تاجیکستان برنگردد. 3 ماه بعد حزب در تشکیل آشوب گنرال نظرزاده متهم و اعضای ریاست آن بازداشت و خود حزب تروریستی و ممنوع اعلان شد. حزب نهضت این اتهامات را همیشه چون بی‌پایه و اساس رد کرده است.
10 ایون زادروز فعال حقوق بشر آینی بابا نظرова است. یک فعال حرکت‌های دموکراتی سال‌های 90 تنها زنی که آماده شد در انتخابات پرزیدنتی نامزد شود و برنده جایزه آمریکایی زن شجاع تا امروز در امر حمایت از آزادی‌های سیاسی و شهروندی تلاش به خرج می‌دهد. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به اکثر 19,120 سومانی برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 1067 سومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید. منتظر نظر و پیشنهادهای شما هستیم.